بسم الله الرحمن الرحیم. خب داستان امروز ما یا داستان صحابی بزرگواری که امروز ما هم میخوایم بخونیم داستان شخصیتی به نام الربیع بنت معوذ. کمی ممکن لغتش برای ما فارسی زبانان سنگین باشه، اما وقتی تکرار کنیم این برامون سبک خواهد شد. ربیع بنت معوذ رضی الله عنها. پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد کسانی که در بیعت رضوان باهاش بیعت کردن ایشون نقل میکنه که لا یدخل النار احد ممن بایع تحت الشجره. هیچ کس از کسانی که در بیعت رضوان زیر درخت با من بیعت کردن وارد جهنم نخواهند شد. و همینجوری در یک جریانی هست که ربیع بنت معوذ پیامبر صلی الله علیه و آله میگه آب برای من بریز تا من وضو بگیرم. حالا این داستان رو تعریف میکنیم ببینیم چه هستیستن ربیع بنت معوذ کی هست و این صحابی بزرگوار چه نقشی در تاریخ و صدر اسلام داشته. بالاخره ایمان موهبت الهی است که به هر کسی که خداوند بخواد میده. خوب دقت بکنید، موهبت الهی که شامل هر کسی که خدا بخواد میده. ببینید شخصی به نام ابو جهل که در واقع ابوالحکم بود، یعنی در زمان جاهلیت قبل از اسلام ایشون رو به عنوان پدر حکمت میشناختن. از نظر خرد، دانایی، بالاخره عقل، رفتارهای اجتماعی که داشت بهش میگفتن ابوالحکم. اما وقتی که نور ایمان شامل چنین فردی نمیشه و این فردی نیروهای شیطانی درش تجلی پیدا میکنه، به مرحله میرسه میشه تجلی انسان شیطانی یا انس شیطانی، تجلی شرارت بدی، و این ابوالحکم میشه ابوالجهل یا ابو جهل. خوب نکته رو داشته باشید و واقعا اینجا این نقش ایمان هست. ما این یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله رو از زن و مرد داریم نقل میکنیم. ببینید این نور ایمانی که اینها رو تجلی میده، اینها رو بالا میاره، رشد میده و تعالی میکنه، کنار آخرین پیامبرش قرار میده، محمد رسول الله و الذین معه. کنار محمد رسول خدا هستند، کسانی که با اون هستند. این تأثیرات نور ایمان هست. در هر صورت خداوند این گونه خواست که نور ایمان از مکه به مدینه بیاد. در مدینه خب اهل مدینه ایمان رو پذیرفتن. مهاجران اومدن به مدینه تا بتونن در کنار مسلمانانی که در مدینه هست زندگی خوبی داشته باشن و جامعه نوینی داشته باشن. با صبر و پایداری کنار همدیگه بودن و همدیگه رو به امر معروف میکردن، نهی از منکر میکردن و بالاخره جماعتی صالحه، مؤمنه، نیکو، همراه و همدرد کنار هم بودن، اما با مشکلات متفاوت. بالاخره منافقان از یک طرف بودن، یهودی که پیمان شکنی کرد از یک طرف بود، حملات دشمنان و مشرکان و شروران و پیمان شکنان هم از یک طرف بود. ولی در هر صورت اینها در کنار هم دیگه زندگی خوب و پاکی رو داشتن. اما میخوایم ببینیم ربیع بنت معوذ، ربیع بنت معوذ، ببینیم ریشه های خانوادگی ایشون کی هست. ایشون نگاه کنید، در واقع ربیع بنت معوذ از اولین اصحاب پیامبر هست که در سایه اسلام در مدینه قرار میگیره و از یک درختی است که درخت ایمان هست. خب گفتیم ربیع بنت معوذ. خب ببینیم پدرش کیه؟ معوذ ابن افرا. معوذ ابن افرا از بزرگان اهل بدره. یعنی ربیع بنت معوذ خودش از جنگجویان جنگ بدر هست. یعنی پس پدر ایشون ربیع که معوذ هست، ربیع دختر هست که زنی هست صحابیه، پدرش معوذ هست. پدرش جزو بزرگوارانی است که در جنگ بدر هست، کسانی که پیامبر میگه اعملوا ما شئتم قد وجبت علیکم الجنه، هر کار دلتون میخواد بکنید بهش بر شما واجب شد. این به این معنا نیست که دیگه برید هر گناه و معصیت. این نشانه اینه که اینقدر این فضایل شامل حال شما باشه شده که دیگران هم بدونن شما در چه موقعیتی هستید. پدرش پس از مکانت و عظمت و موقعیتی در جنگ بدر بهره منده. خب نگاه کنید در روز جنگ بدر، خوب دقت کنید، این فرزندانی داره، افرا رو داشته باشید. حالا بنت معوذ که هست، حالا افرا هست. میگه در روز بدر افرا داره یک موقعیت خاص هست. ببینیم داستان، ببینیم چگونه است. چون نگاه کنید اسامی یه مقداری ممکنه برای من و شما کمی سنگین باشه که این اسامی رو بعد بتونیم درست ما تو ذهن خودمون قرار بدیم تا بدونیم چی میشه. نگاه کنید
گفتیم ربیعه بنت معوض، تا اینجا داشته باشید. ربیعه دختر معوض هست. خب پس پدرش معوض هست. معوض پسر افرا هست. خوب داشته باشید، معوض پسر افرا هست که از بزرگان جنگ بدره. معوض ابن افرا میگه معوض از چه بزرگان جنگ بدر هست. اما در این روز جنگ بدر این افرا فرزندانی داره که یکیش معوض هست، یکی از فرزندانش معوض هست. دقت میکنید؟ اینها در تاریخ جنگ بدر داره برای خودشون یک نشانه‌ای دارن. خب عتبه ابن ربیعه، خوب دقت کنید، عتبه ابن ربیعه که ابو ولید هست که به قول معروف برادر شیبه هست و فرزندش هست ولید ابن عتبه، اینها در صف مشرکین 3 نفری هستن که میان بیرون. 3 نفر از مشرکین میان بیرون در ابتدای جنگ بدر. بحث جنگ ها اونگونه بود که اول تعدادی میومدن بیرون، مبارزه فردی میخواستن، بعد جنگ ها گروهی میشد. عتبه ابن ربیعه هست، ولید پسر برادرش هست شیبه و پس فرزند اون ولید ابن عتبه. اینا میان بالاخره در اینجا میگن ما مبارز میخوایم در صفوف اسلام. از انصار 3 نفر میان بیرون. خب نگاه کنید، 3 تا برادر میان. اشقا 3 تا برادر صمیمی میان. معوض، معاذ و عوف. معوض، معاذ و عوف که فرزندان افرا هستند. خب داشته باشید 3 برادر. یعنی الان ربیعه بنت معوض که در نظر بگیریم، پدرش و 2 تا عموش که معاذ و افرا هستن میان بیرون، میگن ما مقابل شما هستیم. بعد اونا میگن شما از کجا هستیم؟ میگن ما انصاری هستیم. میگن نه، ما با انصاری نمیخوایم بجنگیم، ما میخوایم با کسی که در شأن و منزلت ما باشه، که از خود فامیلای خودمون باشه. که اینجا حمزه ابن عبدالمطلب میاد بیرون، علی ابن ابی طالب میاد و عبیده ابن حارث میاد که بالاخره اینها تونستن این سران کفر رو در اونجا به درک واصل کنن و بکشن. معوض که گفتیم پدر همین ربیعه هست، در اون جنگ خیلی نقش موثری داره و جزو کسانی است که سر رأس جهل رو که همین ابو جهل هست، ابو جهل ابن هشام هست، چیکار میکنه؟ اونجا قتل میکنه و میکشه. دقت میکنید ابن قدامه مقدسی نقل میکنه که معوض در جنگ بدر با 2 تا برادرش شرکت کرد. با 2 تا برادرش که من اسماشون رو میگم تا کم کم این اسما تو ذهن ما بمونه. معاذ و عوف با 2 برادرش می در جنگ بدر شرکت کرد و ابو جهل رو کشت. سپس خودش هم به شهادت رسید. خب داشته باشید، پس معوض پدر ربیعه با 2 تا برادرش در جنگ بدر شرکت داره، ابو جهل رو میکشه و خودش هم در اون جنگ به شهادت میرسه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به خاطر همین به خانواده افرا، یعنی به برادران این و خواهرانش اینا دیگه چیکار میکرد؟ به این خانواده توجه خاص داشت و میگفت که رحم الله ابنی افرا، خدا به این فرزندان افرا رحمت قرار بده که اشترکا فی قتل فرعون هذه الامه، که اینها در قتل فرعون این امت و رأس الائمه الکفر شرکت داشتن. و حتی گفته شده که یا رسول الله دیگه چه کسانی در قتل اون شرکت داشتن؟ ایشون میگه الملائکه و زففه ابن مسعود، میگه ملائک بودن، ابن مسعود هم در اونجا بالاخره همراه این جریان بود. این فضیلتیه که تا این لحظه گفتم، اگه من یک کمی آرام گفتم و اسامی گفتم برای اینکه در ذهن ما بمونه که بالاخره معوض اینجا به چه مقام و منزلت بزرگی میرسه. خب از طرفی دیگه در روز لیلة العقبه هم اگه ما در نظر بگیریم، معوض جزو اون 70 نفریه که با برادرش معاذ و عوف با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بیعت کردن. این منزلت جنگ بدر، اون منزلت بالاخره بیعت عقبه ثانیه که با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اونجا شرکت داشتن. حالا اشعاری هم هست که دیگه ضرورتی نداره ما این اشعار بگیریم. خب این از پدر ربیعه بود و عموهاش و خاندان خودش. اما همسر ربیعه کیه؟ این هم یکی از بزرگان مهاجر هست به نام ایاس ابن البکیر. ایاس ابن البکیر هست اللیثی که خداوند باز به اینها فرزندی میده به نام محمد ابن ایاس. نگاه کنید، پس همسر ربیعه هم ایاس هست، از صحابه پیامبر هست، از بزرگان مهاجر هست و فرزندی هم باز خداوند به اینها میده به نام محمد ابن ایاس. و خب این عظمت و منزلت و شرافت
ربیه بنت معوض هست که ما تا اینجا داشته باشیم، ببینیم که در این خانواده‌ای که سراسر نور و رحمت هست چه رحمت‌هایی نصیبشون هست. و جدا از این که خب اینا بازم گفتم صحابیه پیامبر هستن، صحابی پیامبرن و همین نور صحابی براشون کافی هست که واقعا این گونه میشه که یک انسانی در چنین شأن و منزلتی قرار میگیره و خداوند این همه به اینها کمک میکنه. امام ذهبی نقل میکنه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حتی در شبی که روزی که مثلا شب قبلش عروسی ربیه بنت معوض بود رفت و بالاخره به عنوان صله رحم از اونها سر زد، تبریک گفت. و امام بخاری حتی اشاره میکنه که با اسنادی که نقل میکنه که ربیه بنت معوض ابن افرا که این بحث خانواده میگه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر من اومد که در حالی که اومد پیش من نشست و بر اون دوشکی که بود در اون هم مجلس ما شد و بالاخره زنها داشتن اونجا، زنها نه جویریات، نیا کنید دختر بچه ها یا کنیزهایی که اونجا بودن داشتن اونجا دف میزدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم داره که در مورد عروسی میگه اعلنوا بالدف، اعلام بکنید عروسی رو با دف و با مثلا دایره که مردم بفهمن شادمانی هست. و به خوبی یاد میکردن در خوشحالی که پدران ما کسانی بودن که دشمنان پیامبر رو در جنگ بعد کشتن، خودشون مثلا برخیشون به شهادت رسیدن. اینها میگه یکی از این دختر بچه ها که داشت شعر میخوند گفت فینا نبیون یعلم ما فی غدن، در بین ما الان پیامبری است که میدونه فردا چه اتفاقی میفته. میگه پیامبر صلی الله علیه و آله نگاه کنید این آموزش داشته باشید، عقیده چقدر مهمه، عقیده در دین چقدر مهمه و آموزش چقدر مهمه. و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در هر لحظه آموزش رو رها نمی‌کرد. پیامبر گفت دعی هذا، این سخن رو نگو دیگه، و قولی بالذی کنت تقولین، اون چیزی که قبلا میگفتی اون رو بگو. نگاه کنید چرا که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اینجا به عنوان یک مربی، یک استاد و یک مرشد واقعی هست. ایشون می‌خواست به اینها نشون بده که من پیامبر غیب نمیدونم، غیب منحصر در نزد الله رب العالمینه. اگر گاهی من نشانه هایی از غیب رو ارائه میدم اون جبرائیل بر من فرستاده. خداوند عالم الغیب کیه؟ الله رب العالمینه. و اگر گاهی نشانه هست خداوند میفرسته و من از فردای خودم خبر ندارم. به همین سببی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به این میگه که به اون بچه ها میگه که نه این حرفو نزنید، این حرف نزنید، این حرف خوبی نیست. همون چیزی که قبل میگفتید از فضایل مجاهدانتون، بزرگوارتون و اجدادتون که در جنگ بعد بودن از اون سخن میگید. خب ادامه داستان رو میذاریم در جلسه بعد برای شما عزیزان، جلسه دوم. خدایا رو نگهدارتون باشه.